بسم الله، الحمد لله و والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با موضوعی به عنوان حد شرابخوار در سنت، و این برنامه هم بخشی از دفاع از سنت است که ما برنامه رو در شبکه وصال حق اجرا می‌کنیم. می‌خوایم همونطور که همتون میدونید در این روزهای گذشته در ایران فردی به جرم شرابخواری اعدام شد و اون هم در مشهد بود. در روز 19 تیر ماه این فرد اعدام شد و گفته بودن که به خاطر اینکه این فرد 6 بار مشروب خورده و هر 6 بار هم بر او حد جاری شده، برای این دفعه دیگه حکمش اعدام هست. و میدونیم که در قانون مجازات اسلامی، چیزی که در ایران بهش میگن قانون مجازات اسلامی، نوشتن که اگر کسی یکی از گناهانی رو که مرتکب بشه، جرایمی رو مرتکب بشه که حد داره و 3 بار این حد بر او اجرا بشه، این فرد برای بار 4 باید اعدام بشه. ما میخوایم بدونیم آیا این قانونی که وجود داره، آیا در حدیث پیامبر اکرم، در قرآن کریم مصداقش وجود داره؟ خدا و پیامبر همچین دستوری دادن یا قانونی است که فقط در ایران وجود داره و در ایران اجرا میشه؟ خب اعدام شدن این فرد به خاطر این بوده که این جرم رو که حد داره چند بار تکرار کرده. آیا تکرار یک جرمی که حد داره آیا باعث میشه که مجازاتش سخت‌تر بشه و به اعدام منجر بشه؟ و میخوایم بدونیم علمای اسلام در این مورد چه نظریاتی دارند. در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم و این سوال‌ها رو از محضر ایشون میپرسیم و جواب رو از ایشون میخوایم که از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از قرآن کریم اگر مطالبی وجود داره برامون بفرمایید. سلام علیکم جناب دکتر، خیلی خوش اومدین. و این سوال‌هایی که ما مطرح کردیم امیدواریم که شما با سعه صدر جواب ما رو بدین و ما قضیه رو به وضوح ببینیم که واقعیت چی هست و کجای کار اشکال داره. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. این سوالی که فرمودی دقیقاً سوال بسیار بجایی است و اولا بله، در قرآن در چند آیه از قرآن در مورد مسئله حکم شراب مطالبی بیان شده. از جمله پروردگار در سوره بقره می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. می‌فرماید از تو سوال می‌کنند در مورد شراب و در مورد قمار، آیا حکم اینها چی هست؟ پروردگار می‌فرماید به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگو این دوتا امر هر دو گناه بزرگی دارند، اما برای مردم هم منافعی دارند، حداقل منافع مادی دارد. یعنی کسی که شراب مثلا بفروشد یا خرید و فروش کند میتواند ازش منافع مادی کسب کند، یا مثلا در قمار کسی میبازد کسی میبرد، مشخصه نفعی مادی عاید اینا میشود، اما گناه این دوتا بیشتر از نفع و فواید این هست. یعنی خدا نگفته که ضررش بیشتر از نفعشه، فرموده گناهش بیشتر از آفرین، گفته گناهش بزرگ است و منافعی برای مردم هم دارد. اما و اثمهما اکبر من نفعهما. نگفته ضرر و ضررهما. نه نگفته ضرر اینها، گفته گناه اینها بزرگتر از نفع این هاست. این یک آیه. یعنی در ابتدا وقتی که خداوند متعال حکم شراب را تحریم می نماید، به صورت قطعی آن را تحریم نمی کند، بلکه به همین صورت میگه آقا این هم نفع دارد هم ضرر هم گناه، ولی گناهش بیشتر از نفعشه. پس یک انسان عاقل فکر می کند چیزی که گناهش بیشتر باشد دیگه فایده ای ندارد اگر سودم داشته باشد، باید انسان رهایش کند. بعداً در آیه بعدی در سوره نساء آیه 43
میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. ای کسانی که ایمان آورده اید نزدیک نماز نشوید، یعنی نماز نخوانید در حالی که شما مست هستید و بیهوش، یا یعنی در حالت مستی قرار گرفته اید. چرا؟ تا اینکه بدانید چی میگویید و چی میخوانید. چون انسان که مست باشد مشخصه هیچ عقلش دیگه سر جای خودش نیست، مثل یک انسانی خوابیده باشد. یک انسانی که در حالت خواب هیچ عقلی برای او مطرح نیست. در نتیجه حرکت این انسان مانند یک کسی در خواب داره حرف میزند. این آیه در اینجا یک مقدار مسئله شراب را، یعنی نوشیدن شراب را محدود میکند. بازم تحریم قطعی نیومده، میگه هنگام نماز نباید مست باشید. پس باید انسان طوری تنظیمش کند اگه کسی شراب می نوشد در هنگام 5 وقت بالاخره نباشد، در اون زمان ها مست نباشد تا بتواند نماز را بخواند. در نتیجه یک مقدار انسان را محدود می کند، یعنی زمان نوشیدن شراب را محدود می کند. این یعنی یک روشی است که این قرآن یک کتابی است در واقع سازگار با فطرت انسان ها، سازگار با فطرت و واقعیت انسان ها. کسانی که سال و مدت طولانی عادت کردن که شراب نوشیدند. اصلا شراب نوشیدن افتخار بوده در اون زمان. بله. اکنون اونها را میخوام منع کنه از این کار. بعداً آیه بعدی در سوره مائده آیه 90 میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. میفرماید همانا شراب، همانا قمار و همانا اون یادبودهایی که کنار بت‌ها میگذارند برای به احترام بت‌ها، اون فالگیری هایی که به وسیله در قدیم انجام میدادند، حالت فالگیری بود که این کار انجام بدم یا ندم، خوبه یا بده، که با آن به صورت ازلام بود، مثلا یک منجی یک سمتش نوشته شده بود این کار رو انجام بده، یک سمتش نوشته این کار رو انجام نده، یک سمتش هم هیچی روش نوشته نشده. اگر این منجو می انداخت این زلم را، ازلام جمع زلم، اگر می گفت کارتو انجام بده دیگه خیلی خوب، میخوام سفر کنم حالا برم یا نرم. یک امروز چی بهش میگوین؟ استخاره برایشون میگیرن از قرآن و از فال حافظ و از این چیزا، این کارو انجام میدادن. پروردگار فرمود تمام این کارها همه رجسن، همه نجسن، همه پلید هستند. یعنی هم شراب و هم قمار و هم این چیزهایی که به احترام بت‌ها میگذارند و هم این فالگیری ها به این روش، همش پلید هستند و کار شیطان است، یعنی هیچ ارزشی ندارد. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. از اینها پرهیز کنید شاید رستگار شوید. چرا؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. چون شیطان میخواهد به وسیله قمار و شرابخواری دشمنی و عداوت و کینه در میان شما ایجاد کند. یعنی باعث این می شود. و یصدکم عن ذکر الله، و میخواهد شما را از یاد خدا یعنی شما را منع کند از یاد خدا، غافل کند از یاد خدا. و عن الصلاة، و شما را از نماز خواندن منع کند، به ویژه نماز که مهمترین ذکر خداست. فهل انتم منتهون؟ فرمود آیا شما میخواهید اینو دیگه تمامش کنید، دیگه تمام خلاصش کنید، دیگه بار دیگر دنبال اینها نروید؟ همین آیه که نازل شد همه گفتن بله ما میخواهیم دیگه تمامش کنیم. تمام، انتهینا، دیگه تمامش کردیم. در این آیات مشخص شده، در آیات قرآن چیزی در مورد این که شراب مثلا عقوبت دنیوی داشته باشه وجود نداره در قرآن. یعنی حدی برای شراب در قرآن تعیین نشده. درسته. در آیه دیگری مثلا کسانی بودن که هنوز شراب یعنی تحریم نشده بود فوت کردن. مثلا در غزوه تبوک تعداد زیادی، غزوه بدر، غزوه احساس میکنم تبوک بود، حالا شما به غزوه تبوک یا بدر بود، به نظرم تبوک بود، در اون غزوه تعدادی هنوز مست بودن، یعنی شراب خورده بودن و شهیدم شدن. بله.
شراب در همون غزوه صبحش که بلند شدن شراب خوردن. بعدن آیه نازل شد، تعدادی گفتن پس چیکار کنیم اینا که در اونجا شرکت کردن، یعنی این شراب را نوشیدن، حکم این چی بوده؟ خداوند متعال در سوره مائده فرمود لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. فرمود اون کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند هیچ گناهی بر آنان نیست اگر چیزی از آن نوشیده اند در گذشته قبل از تحریم. اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، اگر تقوای خدا را پیشه کرده باشند و اهل ایمان و عمل صالح باشند. ثم اتقوا و آمنوا، سپس بر تقوا و پرهیزگاری پایدار بوده اند و ایمانشون همیشه بر ایمانشون پایدار بوده اند. ثم اتقوا و احسنوا، سپس بر تقوا پایدار بوده اند و کار احسان و پسندیده انجام داده اند، هیچ اشکالی بر آنها وجود ندارد. والله یحب المحسنین، الله احسان کنندگان را دوست دارد. پس پروردگار در این آیه هم در مورد کسانی که شراب نوشیده اند و در غزوه و جهاد شرکت کرده اند ولی هنوز حکم تحریم به آنان نرسیده، میگه هیچ اشکالی ندارد. و عبدالله ابن عمر میفرماید هنگامی که تحریم شراب نازل شد در مدینه 5 نوع شراب وجود داشت، یعنی از 5 نوع چیز شراب، میوه شراب درست میکردند ولی بدون از انگور نداشتیم ما. درست. از مثلا از انگور شراب مثلا درست نمیکردند. این یکی دیگر حدیثی امام بخاری حدیث دیگری روایت میکند از سائب بن یزید، میفرماید کنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم اليه فنضربه بايدينا ونعالنا وارديتنا. میگه در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی که مثلا شراب می نوشید آورده میشد. بعداً و در زمان امام ابوبکر هم 2 سال خلافت ایشون و در ابتدای خلافت امام عمر هم ما چجوری این شخص را مثلا مجازات میکردیم؟ فنقوم الیه، ما به سمت اون شخص میرفتیم، او را میزدیم با دست، با دمپایی هامون، یعنی دمپایی ها را از پا بیرون می آوردیم و بیش میزدیم مثلا. یه مقدار مثل که میخوای گرد و غبار ازش مثلا بربایی برای ربودن گرد و غبار از اون شخص، از تنش. و اردیتنا، حتی با لباس هایمون، یعنی همون لباسی که داشتیم ازارمون اینجوری بلند میکردیم و بیش میزدیم. این تا آخرین زمان امام عمر، یعنی در اواخر زمان امام عمر فجلد 40، بعداً 40 ضربه را به آنان میزد. یعنی پیامبر تعیین نکرده بود که چند ضربه بزنن؟ آفرین، در سنت پیامبر تعیین نشده اصلا. حدی برای تعیین حد در سنت وارد نیست، هرچند از این قول میگه فجلد 40، امام عمر بعداً 40 تا را بیش میزد. حتی اذا عتوا و فسقوا جلد 80، تا زمانی که اینا دیگه سرکشی بیشتری کردن، فسق و فجور بیشتری انجام دادن همین افراد، بعداً به عنوان تعزیر 40 تا دیگر به آن اضافه کرد، شد 80 تا. این حدیثی است که این مطلب را خیلی مشخص میکند. البته بهتر است که من چند تا حدیث را از صحیح بخاری باز بخونم بجز این حدیث. حدیث دیگری که انس بن مالک میفرماید رضای خدا بر او باد، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40. صحیح بخاری میفرماید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای کسی که شراب می نوشید با شاخه خرما و با دمپایی و کفش، نعل دمپایی یا کفش، بیرون می آوردن از پای خودشون، با او می زدن و با شاخه خرما، و ابو بکر هم 40 تا را به آنها می زد. اینم ثابت شده از قول، یعنی هم از فعل امام ابو بکر و هم امام عمر، و الانم از فعل رسول خدا. باز هم میفرماید در یک حدیث دیگر، میفرماید نعیمان یا فرزند یا ابن نعیمان آوردن که شراب نوشیده بود
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد همون افرادی که در داخل خونه بودند فرمود بیش بزنید. میگه قال فضربوه فكنت انا في من ضربه. عقبه ابن حارث میگه اونایی که داخل خونه بودن هر کسی چیزی بیش میزد، منم یکی از اونا بود که زدم. ضربه و من یکی از اونا بودم که با دمپایی خودم به او زدم. این حدیث هم مشخص میکند که به دمپایی زدن و اینها یعنی حد معینی هنوز وجود نداره تا این حدیث دیگر. انس میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم در شراب برای شراب با شاخه خرما و با کفش میزد و جلد و ابوبکر هم 40 تا. در یک لفظ دیگر میفرماید رسول الله تقریبا نزدیک 40 تایی به او میزد. نحو 40. نحو 40 یعنی نه اینکه دقیقاً 40 باشد ولی تقریبا نزدیک به 40 تایی میزد. درست. این نکته. یک حدیث دیگری در میان وجود دارد که امام ابو هریره روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه مردی آوردن که شراب نوشیده بود، فرمود بزنیدش. ابو هریره میفرماید بعضی از ما با دست میزدیم، بعضی از ما با کفشش، بعضی از ما با لباسش. هنگامی که رفت بعضی گفتن اخزاک الله، خدا رسوایت کند به این کسی که شراب نوشیده بود. رسول الله فرمود لا تقولوا هكذا لا تعینوا علیه الشیطان. اینجوری نگویید، شیطان را یاری ندهید بر این، یعنی بر این که این بیشتر شراب بنوشد. یعنی شما کاری میکنید که شیطان خوشحال میشود و او را کمک میکنید، یعنی شیطان را کمک میکنید بر این مرد مسکین. این کار انجام ندهید. در نتیجه وقتی که ما نگاه میکنیم حد معینی وجود ندارد. در هرچند جمهور علما مثل امام ابو حنیفه، احمد بن حنبل، مالک بن انس میگویند 80 ضربه، چون امام عمر در آخر عمرش امر 80 قرار داد، گفت 80. اونا میگن 80. امام شافعی و بیشتر بسیاری از صحابه میگن همون 40 تا. اگر امام تشخیص داد مثل امام عمر به خاطر کارهای دیگری بیشتری انجام داده بود، میتواند بیشتر بزنه تا 80 تا، ولی نباید بیشتر از آن باشد. یک مطلب دیگری خیلی قشنگ از امام علی بن ابی طالب، خیلی زیبا و قشنگ. میفرماید امام علی، اینم در صحیح بخاری، میفرماید من حد را بر هیچ کسی اقامه نکرده ام که بمیرد و در دل خودم احساس گناهی داشته باشم مگر کسی که شراب نوشیده باشد. چون این فانه لو مات ودیته، اگر من کسی که شراب را نوشیده باشد و بمیرد من دیه او را میپردازم. اگر بزنم دیهش را میپردازم. چرا؟ و ذلك ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یسنه، چون رسول الله این را تشریع نکرده برای ما، حدی برایش تعیین نکرده. درست. چون حدی تعیین نکرده اگر ما بزنیم و به مرگ منجر شود باید دیهش را پرداخت کنیم. این نکته خیلی مهم است از کسانی که ادعا میکنند پیرو امام علی هستند. یک سوال، شما فرمودید که نباید از 80 بیشتر باشه، چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل این است که دیگه صحابه آخرین حدی که گفتن تا 80 رسیده. اونم همین حدیث نگاه کن که من همین حدیث سائب بن یزید که گفت امام عمر در ابتدا همون 40 تا را میزد که امام ابوبکر زده بود و رسول الله هم نزدیک به 40 زده بود. حتی اذا عتوا و فسقوا جلد 80. بعد از سرکشی و فسق و فجور بیشتر آن را به 80 رساند. یعنی امام عمر هم به خاطر خود تنها شراب نبود که این کارو انجام میداد، بلکه به خاطر اینکه سرکشی بیشتری میکردن. اکنون مورد بعدی که شما فرمودید که آیا اگر کسی چند بار این کارو انجام بدهد آیا باید میشه او را کشت؟ حالا این حدیث را باز در صحیح بخاری میخونیم. یعنی من تمام این حدیث همون در صحیح بخاری میخونم. در صحیح بخاری حدیث 6780 امام بخاری در بحث احکام شرب خمر، در بحث شرب خمر میفرماید امام بخاری حدیث را برای ما روایت میکند از زید بن اسلم، اونم از پدرش، اونم از عمر بن خطاب. میگه مردی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسمش عبدالله بود، اما متاسفانه دیگه لقب حمار به او زده بودن.
و کسی بود که حرفای قشنگی میزد رسول الله را به خنده می آورد گاهی. یعنی این هم است که یکی از اخلاق رسول خدا صلی الله علیه وسلم که افرادی که اگر حرف قشنگ و زیبایی میزدند و خنده آور بود، شوخی بود، خنده میکرد. و کان النبی صلی الله علیه وسلم قد جلده فی الشراب. این کسی بود که رسول الله به خاطر شراب او را زده بود. حالا مثلا یکی از این حرفای قشنگش میگه کسی بود میرفت هدایایی برای رسول خدا می آورد، از مثلا از یک مغازه، از یک جایی می آورد، پولش رو نمیداد، می آمد به رسول خدا تقدیم میکرد. صاحب جنس می اومد میگفت پولم بده، به رسول خدا میگفت لطفاً پولش رو بده. میگه رسول خدا تبسمی میکرد و پولش رو میداد. مثلا از این کارها را انجام میداد این مرد. یعنی این آدم خوبی بوده، اسمش عبدالله بود، ولی این کاری که هر بار شراب میخورد و میزدنش، اینگار میگفتن شما مگر کله ندارید. این لقب حمار رو بهش زده بودن به خاطر همین نکته. بعداً رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک بار اولا آوردن و دوباره اولا تازیانه به او زد. شخصی گفت اللهم لعنه، گفت خدا را اولا نفرین کنین شخص، ما اکثر ما یؤتی به، چقدر دارد مرتب میارنش، شراب میخورد و میارنش، شراب مینوشد و خدا لعنتش کند. رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم لا تلعنوه، فرمود لعنتش نکنید، نفرینش نکنید. فوالله ما علمت انه يحب الله و رسوله. به خدا سوگند چیزی که من ازش میدانم این است که خدا و رسولش را دوست دارد. سبحان الله. شراب خور است، خیلی هم شراب خورده. حالا علما میگوین آقا این مورد قطعا امام خطابی میفرماید هیچی نخورده باشد، هیچی شراب ننوشیده باشد، حداقل 4 بار نوشیده. درسته. که امام ابن عبدالبر میگوید 50 بار شراب نوشیده. 50 بار. امام ابن حجر میفرماید از امام ابن عبدالبر نقل میکند، میگه این آقا 50 بار شراب نوشیده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم راضی نبوده کسی بگوید اولا نفرینش کند و اولا نفرین کند و لعنتش کند. پس این یکی از اون دلایل است. در یک لفظ دیگر میفرماید لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، میگه شما یاری دهنده شیطان نباشید به ضد برادر خودتون. این برادر شماست. این کسی که شراب نوشیده برادر شماست. شما میخواید برادر خودتون را جلوی شیطان قرار بدهید، اینقدر جلوی گد بیاندازید. انسان که با شراب خوردن کافر نمیشه. این امام بخاری همین فرموده، دقیقاً زیر این مطلب فرموده اون که کراهت دارد بر شراب خان نفرین کنید و انه لیس بخارج من المله، و از دین خارج نمیشود به این کار. این نکاتی بود که خیلی واضح و روشن. اکنون اون احادیث دیگری وجود دارد که گفته اگر 4 بار شراب نوشید بعد از 4 او را بکشید. اول این احادیث نه در بخاری وجود دارد نه در مسلم وجود دارد. امام ترمذی آن را آورده و امام ابو داود آن را آورده و امام ترمذی خودش جواب این احادیث را میدهد. یعنی امام ترمذی که خودش یکی از بزرگان آسیب شناسی حدیث است و در کتاب عللش این حدیث را آورده و در کتابش میگه این احادیثی که در این کتاب من وجود دارد کلا احادیثی هستند به آن عمل شده جز 2 حدیث. یکی از این احادیث همین حدیث است که گفته اگر 4 بار شراب نوشید او را بکشید. میگه این یکی از اون احادیث است مطلقاً به آن عمل نشده در هیچ زمانی. سبحان الله. یعنی حدیثی نیست که به آن عمل شده. و حالا من قبل از امام ترمذی از امام شافعی نقل کنم. امام شافعی در الام خودش میفرماید، ابن عیینه برای ما نقل کرد از ابن شهاب، اونم از قبیصه فرزند زؤیب که حدیث را به رسول خدا نسبت میدهد، میفرماید اگر شراب را نوشید او را بزنید، یعنی تازیانه بزنید. اگر دوباره نوشید او را بزنید، حتی معین نمیکنه چند بار، او را بزنید. اگر باز هم نوشید او را بزنید بار سوم. اگر باز هم نوشید او را بکشید. میفرماید اما مردی آوردن که شراب را نوشیده بود، بار دوم آوردند او را تازیانه زد رسول الله، بار سوم آوردند باز تازیانه زد،
بار چهارم هم آوردن باز تازیانه زد و وضع القتل و بحث قتل را منتفی کرد. تمام. سبحان الله. یعنی خود پیامبر اومد این حکم را نسخ کرد. تمام نسخش کرد. امام شافعی میفرماید فکانت رخصه، قبل از این رخصت بود، اجازه بود این کارو بکنید، بعد از این تمام. این قضیه تمام شد. بعدا میگوید سفیان بن عیینه فرمود، یعنی زهری به منصور بن معتمر و مخول فرمود شما نماینده باشید برای اهل عراق و این حدیث را به اهل عراق برسانید که دیگه کشتن وجود ندارد در مورد شرابخوار. امام شافعی فرمود والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. میگه پس قتل منسوخ می شود با این حدیث و غیر این حدیث، نه تنها این یکی، احادیث دیگری وجود دارد. حالا سوال دیگه پیش میاد اینجا، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش اومده مثلا یک مرتبه دو مرتبه کسایی را بکشه؟ ابدا. حالا میگوید و هذا ما مما لا اختلاف فيه بین احد من اهل العلم علمته. امام شافعی میفرماید این دیگه مطلبی است که در بین اهل علم اختلافی وجود ندارد تا جای من علم داشته باشم. تا جای من علم دارم کسی نیست که به این حدیث دیگه عمل کند و نداند که این حدیث منسوخ است. این امام شافعی در کتاب الام مجلد ششم صفحه 155 و 156. باز هم امام ابو داود، یعنی حدیثی که دوباره امام ابو داود نقل کرده همین حدیث است، میفرماید دقیقاً در آخر بار چهارم میگه ثم اتي به فجلده، برای بار چهارم و رفع القتل، و قتل تمام برطرف شد. و کانت رخصتا، میگه قبلا رخصت بود الان دیگه برداشته شد. این امام ابو داود فرموده. این حدیث هم حدیث صحیح است و دیگه خیلی قوی در این زمینه. و امام ترمذی چی میفرماید؟ امام ترمذی احادیث را جمع آوری کرده. هر کسی شراب را نوشید اولا بزنید، اگر برای بار چهارم انجام داد اولا بکشید. میفرماید در این باب از ابو هریره و شرید و شرحبیل بن اوس و جریر و ابی رماد بلوی و عبدالله بن عمرو و اینا آمده. بعدا بیان میکند، میگه این حدیث از طریق معاویه آمده، معاویه از ابو صالح، اون هم از ابو هریره، و از طریق بعدا میفرماید و از طریق دیگری آمده از ابو صالح از ابو هریره. میفرماید اما این حدیث را من پرسیدم، سوال کردم از امام بخاری، سمعت محمدن، از محمد بن اسماعیل بخاری پرسیدم، شنیدم میگفت حدیث ابو صالح از معاویه اون هم از پیامبر صحیح تر است از حدیث ابو صالح از ابو هریره از پیامبر. بعدا فرمود انما كان هذا في اول الامر. امام بخاری فرمود این در ابتدا وجود داشت، ثم نسخ بعد این حکم منسوخ شد. این امام بخاری هم میفرماید منسوخ شده. حالا امام بعدا میفرماید این هم محمد بن اسحاق و محمد بن منکدر از جابر بن عبدالله اینو فرمودن. بعدا میفرماید این حدیث را که فرمود اگر شراب را نوشید او را بزنید و بار چهارم او را بکشید، قال ثم اتي النبي صلی الله علیه وسلم بعد ذلك برجل. بعدا رسول خدا کسی برای او آوردن بعد از این که فرموده بود او را بکشید که شراب را نوشیده بود برای بار چهارم، او را زد ولی او را نکشت. یعنی دقیقاً این اولین موردی بوده که بعد از قول پیامبر صلی الله علیه و آله آوردن. بله دیگه، یعنی دیگه این قول هیچ کسی اصلا عمل به آن نشده ابدا، کسی به آن عمل نکرده. حالا بعدا میفرماید امام الترمذی میفرماید فرفع القتل. دوباره نقل میکند از همون قولی که امام شافعی آورده، دقیقاً همون را آورده. میفرماید فرفع القتل، قتل برطرف شد. و کانت رخصة، در ابتدا رخصت بود، اجازه بود. والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم. میگه عمل بر این حدیث است که حکم قتل منسوخ است. لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث.
میگه ما اختلافی در این زمینه سراغ نداریم، کسی در مورد آن اختلافی داشته باشد، نه در قدیم نه در جدید. یعنی قدیم و جدید امام ترمذی. بله، تا 300 سال. بله، تا 300 سال ما سراغ نداریم کسی اینو گفته باشد. میگه و چیزی که این مطلب هم را تقویت میکند همین حدیث صحیحی است که در از وجوه مختلف روایت شده که رسول الله فرموده لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. فرموده جایز نیست جان هیچ مسلمانی، یعنی حلال نیست ریختن خون هیچ مسلمانی که گواهی میدهد معبود بالحق وجود ندارد جز الله و گواهی میدهد که محمد رسول خداست، مگر سه مورد: یا قصاص نفس، یا متأهلی که زنا کرده، کسی که متأهل باشد و زنا کند، یا کسی که از روی افساد دین را ترک میکند و افساد میکند. وگرنه ما در قبلا اون حدیث را بیان کردیم که افساد میکند به قصد افساد. پس امام این احادیث با این مسائل مشروب خار از هیچ کدام از اینها نیست. نه، هیچ کدام از این سه مورد نیست. پس امام ترمذی اینو فرمود به اتفاق در بین علمایی که در گذشته بودند و در تا عصر او وجود داشتند، هیچ کسی نبوده که بر این باور باشد که باید کشته بشه. هر چند در این اواخر گویا محمد ابن حزم ظاهری میگوید این بر اون قول باقی هست و بعدا افراد دیگری، ولی هیچ اعتباری ندارد. وقتی که امام شافعی میگوید تا جای من علم به آن داشته باشم اختلافی در آن نیست. امام ترمذی قاطعا میگوید وجود ندارد اختلافی در این زمینه. امام بخاری میفرماید این در گذشته بود بعدا نسخ شده. تمام، اینا نکاتی هستند برای فهم احادیث. یک مطلبی که به آن باید انسان اهمیت ویژه‌ای به آن بدهد بحث ناسخ و منسوخ حدیث است و یک مطلب دیگری بحث چیست؟ بحث اختلاف الحدیث است. یعنی وقتی که احادیثی با هم در تعارض و اختلاف هستند که امام شافعی این مطلب را هم در اختلاف الحدیث بیان نموده، هم در مسند خودش، هم در الام این مطلب را آورده امام شافعی. پس در نتیجه میگیریم حکم قتل یک انسان به خاطر شرابخواری اگر 100 بارم شرابخواری کرده باشد جایز نیست، خودش یک جنایتی است، باید کسی که این کارو مرتکب شده دیش را بپردازد. اگر عمدن او را کشته باید کشته بشه، یعنی باید قصاص بشه اون کسی که او را کشته. درست. امام علی فرمود اگر من زیر تازیانه بمیرد من دیش رو میپردازم، نه اینکه قصد کشتنش را بکند. قصد کشتن کرد باید خودش هم کشته بشه. یعنی اون قاضی که چنین حکمی صادر کرده مستحق قتل است، باید اون قاضی کشته بشه و قصاص بشه. یعنی خانواده او میتوانند درخواست کنند، چون این قول امام علی بود، حدیث بود که فرمود من اگر زیر دست من کشته بشه باید دیش بدم. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودش عملا افرادی کسی بوده 50 بار شراب خورده اومده اولا نکشته و اجازه نداده کسی به او بگوید اولا نفرین کند. این به معنی این نیست که ما از گناهکار و معصیتکار حمایت کنیم، ولی منظور این است که ما باید اون چیزی که در سنت وارد است و در قرآن و سنت به صورت واضح باید از آن ما پیروی کنیم و آن را در واقع اتباع کنیم. درسته، جزاکم الله خیر جناب دکتر، واقعا خیلی کامل بود و مطلب یعنی حق مطلب فکر می‌کنم ادا شد و الحمدلله با اون هم شهروند بیگناه که مستحق قتل نبود واقعا اینجا خونش به هدر رفته. بیگناه منظورم این نیست که شراب خوردنش اشکال نداشته. بله. شراب خوردن حق قتل نداشته. حق قتل نداشته. بله. شراب خوردنش قطعا حرام هست طبق قرآن و طبق حدیث و مستحق تازیانه خوردن بوده. بله. ولی نه قتل. پس جنبندی بکنم که در پایان برنامه امام علی می‌فرماید اگر کسی زیر تازیانه من به خاطر شراب خورده باشه و من تازیانه بزنم، اگر وفات بکنه من دیش رو میپردازم، چون پیامبر صلی الله علیه و آله به ما دستور نداده که کسی رو بکشیم زیر تازیانه. و همچنین اجماع علما در این مورد وجود داره که این حدیث منسوخ است که می‌فرماید اگر بار چهارم اومد به خاطر شراب خوردن اون رو بکشید. این حدیث منسوخ است، خود پیامبر صلی الله علیه و آله بهش عمل نکرده و هیچ
عالمی در طول تاریخ بهش عمل نکرده. بله، هیچ کدوم از خلفای راشدین، از امام ابوبکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، یک مطلب را بیان کنم، نکته خیلی قشنگ و مهم زیادم اومد، حدیث خیلی جالبی است برای آخرین بار. امام یک ولید بن عقبه که برادر امام عثمان بن عفان بود، یک روز نماز صبح خواند، مست بود، شراب نوشیده بود، حتی میگن بارها شراب نوشیده بود. بعدا مردم ازش اعتراض کردند. نماز 2 رکعت خوند، گفت بیشتر بخونم یا همین کافی است، همین 2 رکعت. دیگه بقیه گفتن، یک نفری حمران گفت من دیدم شراب نوشیده. یک نفر دیگر آمد شهادت داد، گفت منم دیدم، استفراغ کرده. شراب استفراغ کرده. بله، استفراغ کرده، شراب رو استفراغ کرده. امام عثمان فرمود اگه تو دیدی نوشیده، این که یکی، اونم دیده که شراب را استفراغ کرده، مشخص قبلا نوشیده، الان که استفراغ میکنه. امام عثمان دستور داد به علی بن ابی طالب، علی به او حکم را اجرا کن، حق چیزو یعنی حد را بر او اجرا کن. امام علی هم فرمود به حسن، حسن تو اجراش کن. حسن هم گفت نه، اون کسی که از خوشی این امر بهره‌مند است، از ناخوشیش هم باید خودش بهره‌مند باشد. یعنی خود امام عثمان باید بزنه. اونم گفت من نمی‌کنم. امام علی چون دیگه مأمور شده بود از جانب امام عثمان، گفت به عبدالله بن جعفر، یعنی به برادرزاده خودش، شما بزن. عبدالله شروع کرد به زدن ولید بن عقبه و امام علی هم میشمرد تا رسید به 40 تا. گفت بس دیگه، اینجا وایسته، توقف کن، بیشتر از این نزن. بعدن امام گفت، امام رسول خدا صلی الله علیه وسلم نزدیک به 40 تا را زده، ابوبکر 40 تا را زده، عمر در آخر 80 تا را زده. همه سنت هستند، ولی من این یکی برای من محبوب تر است، 40 تا. اجازه نداد. حالا با این دلیل ثابت می شود از ابوبکر صدیق، از عمر فاروق، از عثمان بن عفان، از علی بن ابی طالب که 40 تا و 40 تا راضی بودند، یعنی 40 تا زدند. و این قول امام شافعی هم بر این است که باید 40 تا باشد. ولی 3 امام دیگر میگویند نه، 80 تا آخر در نظر گرفتن، در حالی که در اون 80 تا حدیث خودش مشخص کرده، میگه امام عمر هم در ابتدا همون 40 تا را اجرا میکرد، بعدن وقتی که دید اینها سرکشی میکنند و فسق و فجور دارن میکنند و افساد بیشتری میکنند، در برابر آن 40 تا دیگر به عنوان تعزیر اضافه نمود. یعنی وقتی که زیاده روی کردن در این کار و بالاخره به عنوان جلوگیری از این کار تا شدیدتر جلوگیری کند. ولی نگاه میکنه امام عمر این کارو کرد ولی امام عثمان نکرد دیگه. درسته. امام عثمان بعد از او به قولی که امام علی فرمود راضی شد، نگفت نباید شما 80 تا بزنید. در اینجا مشخص می شود قول صحیح و راجح 40 تا تازیانه تا 40 تا جایز است و حتی اگر ما بگوییم 40 تا هم نباشد باز اشکال ندارد، حتی 10 تا هم بزنی، 20 تا هم بزنی، مانعی نیست. ولی احادیثی که تا به 40 تا برسد خیلی زیاد هستند. حالا من این احادیث فقط تعداد کمی در صحیح بخاری اشاره کردم، احادیث بیشتری در اون هست، در صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه همه هستند که حتی این لفظی که پیامبر تا نزدیک 40 تا، یا مثلا در مورد یکی میفرماید 20 نفر اونجا بودند، به هر کدوم گفت یکی 2 تا را بزنید، یکی 2 تا تازیانه بزنید که مجموعاً میشد 40 تا. اینم بر هر موارد زیادی در این زمینه وجود دارد. بر اصل قضیه این است که کشتن خلاف شرع است. درست، وجود نداره. خلاف شرع است. کسی که کسی را بکشد به خاطر شرب خمر باید خودش کشته شود، یعنی این در اینجا قصاص باید شود. اگر قصد کشتش به قصد کشتن او را بزند، بله. اگر زیر تازیانه فوت کند دیه باید دیه شو پرداخت کند. درسته. جزاکم الله خیر جناب دکتر، خیلی ازتون تشکر میکنیم. از بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند. شما بزرگواران رو به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.